استاد آدینه هاشم. مردم گمان برن که ما شاد غربتیم، در زیر هر تبسم ما صد مصیبت است. یک گپ است که بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است؟ انسامبل گنجینه فولکلور این ادبیات خلق است. بیهوده این رو توصیف نکردم. و چند سال است که چیلخان در این انسامبل کار میکند. شخصا من وقتی که با واسطه تلویزیون یا رادیو برآمدی همین انسامبل می شود، در زیر مثلا راهبری استاد ظفر ناظیموف، مراد بیگ نصرالدینوف، باز آواز چیلخان، صدای چیلخان رمز دیگر دارد و یک صمیمیتی دارد. مثلا وقتی که میخواند یوسف از دست زلیخا یاره، ندارم ذوق تماشا یاره، من یک کیفیتی میگیرم. خب من گپ را دراز کردن نیستم. به شما راهی سفید در این راهی پرپیچتاب و آرزومندم که مثل ظفر ناظیموف، جورابک مرادوف، آدینه هاشم، حتی از ما هم بتوانی پیشتر روی. و حاضر من گوش کردم در ایجادیات چیلخان بوی آدینه هاشم می آید. مکتب شما استاد، مکتب شما باز نوکک خوانده که شکرانه باید کرد. تشکر به شما. و ساعت 9 میبگهی خواهش میکنم که در باره حاجی حسین کنگری یک 3-4 سرودی من بگم میرد مرحمت گوش کنید. و چیلخان بگوی من همراه شما گپ میزنم موافق طبع شما. من گفتم که چیلخان چی میشد که من مثل دیگران اشعار نخوانم. من خواهش کرد که فقط 1-2 دقیقه برای من یک سرودی که به این کس مقبول است همون را بخوانم. مرحمت. هر که او راست گشت و روشندل، در سیاه روز دهر بدروز است. شم که او راست است و بزم افروز، تا دم مردنش هم از سوز است. سرود نامش یک مشت آرزو است. به خاطر چیلخان میخوانم. آه کشی غم زده پیری سفید بود، افغان صبحگاه در آینش نگاه، در لاب قلای موی چه کافوری خشتی، یک تاری مو سیاه. در دیدگان مضطربش اشک حلقه زد، در خاطراتی تیره و تاریک خود دوید. 30 سال پیش نیز در آینه دیده بود یک تاری مو سفید. در هم شکست چهره مهنت کشیده اش،
دست به موی خشم بود گفت وای، اشک بر روی آینه افتاد ناگهان، اب بگریست های های. دریای زمانی گذشته بود، هر قطره اکی بر رخ آینه می چکید، در کام مرگ زجه مردی غریق را از دور می شنید. توفان فرو نشست ولی دیدگان پیر میرفت باز در دل دریا به جستجو. در آبهای تیره اما خفته بود یک مشت آرزو. ناله را هرچند میخواهم که پنهان در کشم، سینه میگوید که من تنگ آمدم، فریاد کن. الو یار جان، بیا یک جا نشینیم، با هم گوییم رازی خفته دل. بیا امروز تا بینیم دیدار که میماند یکی ناگفته دل. در این سفر که آن بوتی ایار با من است، غم را مجال نیست که غم خار با من است. ابا من اگر وفا نکند عمر گو مکن، بهتر زی عمر یاری وفادار من است. من هیچ احتیاج ندارم بسی نوزری، این شعرها چه دوری بهادار من است. مرادی ما نصیحت بود و گفتم، مرادی ما نصیحت بود و گفتم، حوالت با خدا کردم رفت.